اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره که ما و شما سپاره 26 هستیم، سوره محمد یا سوره قتال. بسم الله الرحمن الرحیم. وجه تسمیه از این است که این سوره بعضی از اموری که مربوط رسول الله صلی الله علیه و سلم میشد بیان کرده و همچنان این سوره رو سوره قتال میگن که مسائل جهاد داری بیان شده. به این خاطر ایره هم سوره محمد میگن صلی الله علیه و سلم و هم سوره قتال میگن. مدنیتون در این سوره مدنی هست و ما و شما قبلا هم چندین مرتبه خدمتتان گفتیم که سوره هایی که مدنی می باشن غالبا در احکام نظام های مختلف اسلام، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اخلاقی، نظام عبادات، نظام معاملات، نظام جنگی و حربی، نظام تعلیمی و تربیوی و سایر نظام های اسلام و احکام اسلام در این تشریح و توضیح میشن. این سوره را علما میگن وقتی که آیت اول که نازل شد، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما در شأن نزول از این میگه که چند تن از مشرکین قریش که عبارت بودن از ابو جهل و امیه ابن خلف و ابی ابن خلف و دیگه مشرکین، تقریبا 8 تن بودن. اینا گفتن که ما مصرف و غذای جنگ به ضد مسلمان ها میتیم، یعنی مال خودم مصرف میکردن. به خاطر چی؟ به خاطر از که مردم از دین الله دور بسازن و اینا را هلاک و نابود بسازن و تصمیم گرفتن. الله متعال این آیت شریف نازل کرد و بقیه آیاتی که در موضوعات مختلف نازل شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذین، کسانی که کفر و کافر شدن و صدوا و مانع شدن عن سبیل الله، از راه الله. یعنی کافران مشکلشانی است که وقتی کافر میشن در پالوی از این مانع دین الله هم میشن. پس وقتی که کافر بود و مانع دین الله شد، باز برای مسلمان ها جهاد فرض میشه که در مقابل از اینا جهاد بکنن. اضل اعمالهم، اینا ضایع کردن تمام اعمال حسنه و نیک خود را. والذین، و در مقابل از اینا کسانی که آمنوا ایمان آوردن و عملوا الصالحات و اعمال صالحه کردن و آمنوا و ایمان آوردن به ما نزل علی محمد، به آنچه که نازل شده علی محمد، بالای محمد صلی الله علیه و سلم، و هو الحق من ربهم، در حالی که اینمی توحید است، عقیده درست است، من ربهم، از جانب پروردگارشان. الله متعال میگه کفر عنهم سیئاتهم، الله متعال میگه که چی میکنه؟ دور و نابود میکنه از ایشان گناهانشان را. و اصلح بالهم، و الله درست و اصلاح میکند حالتشان را. بعضی کسا ادعا میکنن این رد از بالای کسایی که میگه مثلا اگر کسی یهودی است هم خود دیندار است، دینش خوب است، کسی که نصرانی است، اینجا الله متعال رد میکنه، میگه نه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، اگر یهود و نصارا هستند که ایمان دارن و اعمال صالحه میکنن، به شرطی که و آمنوا بما نزل علی محمد، باز ایمان داشته باشن بر قرآن. اما اگر کسی یهود باشه و نصرانی باشه یا مثلا دیگه ادیان باشه و ایمان داشته باشه به وجود الله و اعمال صالحه بکنه، اما به قرآن ایمان نداشته باشه، بازیر الله متعال دینش قبول نمیکنه بعد از نزول قرآن. چرا؟ قرآن کتاب آخری الله هست. مثل که ما و شما بگیم که من قرآن قبول دارم، تورات ایمان ندارم، انجیل ایمان ندارم، ما میگیم نه، کل کتابا را ایمان داریم. اونا هم وقت ایمانشان قبول میشه که با آخرین کتابی که قرآن عظیم شان است به ایمان داشته باشن. ذالک بان الذین کفروا، این به خاطر چی الله متعال ای پاداش بر از اینا میته؟ اینا را اصلاح میسازه، گناهایشان محو میکنه. به خاطر ازی که الذین، کسانی که کفر و کافر شدن، اتبعوا الباطل، اونا پیروی از باطل کردن، کافر شدن و مانع از سبیل الله شدن. از این خاطر اینا پیروی از شرک و از کفر کردن. و ان الذین آمنوا، و یقینا کسانی که ایمان آوردن،
اتبعوا الحق، اینا حقیقتا متابعت از چی کردن؟ از حق و از توحید کردن من ربهم، از جانب پروردگارشان. کذالک، این چنین یضرب الله للناس امثالهم، یضرب الله بیان میکند الله متعال للناس بر مردم امثالهم مثالهایشان را که حق در کجاست، باطل در کجاست، کفر در کجاست، ایمان در کجاست. فاذا لقیتم الذین، آل ای کسایی که خودشان خیستن و صلاح گرفتن و حرکت کردن و مال خودم مصرف کردن و یک تعدادشان خیستن پول دادن و مال جمع کردن و گفتن حتی ما مال خودم مثل ابو لهب و امیه ابن خلف و اینا پیسای خود جمع کردن که ما مصرف هم میتیم که شما برین مسلمان ها را بگیرین و بکشین و نابود بکنین. حرکت کردن به طرف غزوه بدر. الله متعال میگه که آل خی شما مسلمان ها چی کردین؟ فاذا لقیتم الذین کفروا، باز وقتی که شما مقابل شدین در مقابل اینمی ابو جهل و لشکرش که کافر شدن، فضرب الرقاب، شما هم بزنین گردن هایشان را، حتی تا اندازه اینا را کتشان جهاد بکنین که اذا اسخنتموهم، که شما خوب اینا را گرم کنین. وقتی که خوب اینا را گرم کردین که تکت تکه شدن، فشد الوثاق، باز دزگیرشان کردین و اسیر شدن، سخت بسته کنین این قیدهایشان را. حالا که این حالت سرشان آوردین که کافرها ذلیل شدن، دیگه جرأت نکنن که در مقابل مسلمان ها ایستا شدن، باز در اسیرا چی بکنین؟ فاما منن بعد و اما فداء، یا با حساب منت گذاری منت بگذارین، اما تو بدون کدام پول و بدون کدام عوضی و بدون تبدیلی و گپای رهایشان کنین، و اما فداء، یا در مقابلشان فدیه بگیرین. علما باز میگن که در قسمت اسیر رهبر مسلمان ها چند حق داره. یک حقشی است که اگر کافرای بسیار خطرناک باشن، حق داره که باز بگه که بزنین گردن از اینا را از بین ببرینشانه. مثل که بعضی از کسایی که وقتی که مکه فتح شد، کافرای بسیار خطرناکی بودن که رفته بودن، باز وقتی که شکست خوردن رفتن در دیوارای کعبه خود ویزان کرده بودن، در لباس کعبه خود چسبانده بودن. رسول الله هم گفت که والا او که در لباس کعبه خود چسبانده بودن، از این پشت یخنش بگیرین اون طرف ببرینش، می گردنش برش بپرانین. اینا باز امیر مسلمان ها باز او حق داره که یک تعدادشان این قسم نابود کنه، یک تعداد دیگه ایشان مثلا در قید داشته باشه، یک تعداد دیگه ایشان که در مقابل کافرایی که مسلمان ها را بسیار اذیت میکنن اونمو قسم یا را غلام ها بسازن، و یک تعدادشان در مقابل فدیه آزاد بکنه، یک تعدادشان در مقابل عوضی که مسلمان ها را اعلا بتین باز ما را یاره اعلا میتین، و یک تعداد دیگه ایشان باز امیر مسلمان ها حق دارن که بدون هیچ چیز بخشش بکنه. و میبینه بعضی کافرها هستن که بیچاره از مجبوریت و از ضعیفی و از درا به زور کشکده آوردش. مثل که یک وقت انگلیس ها یک تعداد می آوردن و را مرتزقه می گفتن. مرتزقه از هند و از پاکستان، از اینجا وقتی هند و پاکستان جدا نشده بودن، همین کل از زیر هند می گفتن. بعد از هند انگلیس ها عسکر می گرفتن در مقابل ماش، بازو را می آوردن در مقابل مسلمان ها چی می کردن؟ می جنگیدن. بازی که مسلمان ها گیرش می کردن، بازی که نظر می کرد که والا من انگلیس نیستم. خیلی بد کردی که انگلیس نیستی اومدی. می گفت من خواستم از خاطر گشنگی نه نداشتم. بعد میگه ها اون دو مسلمان که ساعت پیسه که خاطر جنگ کیه. حتی از افغانستان هم یک تعداد یک روز یک بابا یک لاف میزد، گفت من در فلسطین رفته بودم. گفت به جنگ رفته بودیم. گفتم چطور به جنگ رفتی در فلسطین؟ گفت در لشکر انگلیس ما را معاش میداد پیسه. این قسم بود از مسابق. تو به خدا باز اینا الله متعال بعدشان میگه فهم ما من منت گذاری میکنی، میگه برو خدا زدیت یک لغت کشش میگه برو تو رخصت هستی. و این ما فداء، یا در مقابل توبان و فدیه، حتی تضع الحرب اوزارها، تا وقتی که امی جنگ همون سختی های خدا و صلاح های خدا بگذاره. ذالک این حکم الله هست. ولو یشاء الله، آله بعضی از مسلمان ها میگه که چرا جهاد فرض شده؟ الله میگه ولو یشاء الله لانتصر منهم، اگر الله میخواست مسلمان ها را بدون جنگ و بدون همه چیز پیروز میساخت، با قوت خود و کافرها را چی کرد؟ ولکن این جهاد فرض شده لیبلو بعضکم ببعض، تا الله امتحان کنه بعض شما را
از بعض دیگرتان. این امتحانات الله هست. سال الله مثلا وقتی که جهاد نباشه امتحان در کجا هست، شهادت در کجا هست، مسلمان قوی و مسلمان ضعیف چه وقت فرق میشه. این امتحانات الله هست. والذین قتلوا فی سبیل الله، و کسانی که کشته میشن در راه الله، در جهاد، در راه الله، در جهاد مسلحانه، فلن یضل اعمالهم، اعمال از اینا گم نمیشه، ضایع نمیشه. این که شما نمیفهمین این مشکل شماست. سیهدیهم، الله متعال میگه ما اینی قسم مردم ها را هدایت میکنیم. و یصلح بالهم، و اصلاح میکنه چرا حالشان را. و یدخلهم، و الله متعال اینا را داخل میکنه الجنت، به جنت، عرفها لهم، او جنتی که بر از اونا الله را معرفی کرده. امو مجاهدین و شهدا جنت بسیار خوب میشناسن، لذت های جنت بسیار خوب میفهمن. یا ایدگرا که هستن دنیا پرستا باز نعمت های جنت ارزش نمیدن، اما اونا خوب الله اونا برشان چی کرده؟ تعریف کرده، خوب میشناسن. یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ان تنصروا الله، اگر شما نصرت دین الله را بکنین، ینصرکم، باز الله هم شما را هم نصرت و کمک میکنه. و یثبت اقدامکم، شما را ثابت قدم میگذاره. شما وقتی میخواین که کامیاب شوین و ثابت قدم باشین، به شرطی که الله قلب تو را بدانه که واقعا در قلب تو نصرت دین الله را میکنی. اگر نه که فریبکار هستی، باز را نصرت هم نمیکنه و ثابت قدم هم نمیگذاره. والذین، و کسانی که کفر و کافر شدن، فتعس لهم و اضل اعمالهم، کسایی که کافر شدن بر از اینا تبایی هست و اعمال از اینا چی شده؟ و اضل اعمالهم، و ضایع شد اعمالشان. این یک موضوع بسیار مهم است. سیر متوجه باشین که در دین که هست چی هست. مثلا ما و شما در وضو داریم نواقض وضو. شما هم کتابای فقهی را که میخوانید نه، باز مثلا میگه وضو، فرض وضو که است مثلا روی است و دستان شستن دستا تا اینجا و مس سر است و شستن پاهاست تا بجلکا، میگی فرض وضو است. باز فرایض وضو را که استاد برای ما درس میداد، باز میگفت که بعد از فرایض وضو را که یاد گرفتین و سنت ها و واجبات وضو را که یاد گرفتین، باز میامد میگفت نواقض وضو چی کار است؟ میگه فی نی کار، باز وضو را چی میکنه؟ مشکنانه. در عقیده که هست یکی اساسات ایمان است که او را باید بفهمی. باز در مقابل از اون نواقض ایمان است. خطر در اینجا هست که بسیاری کسا نواقض ایمان را نمیفهمه، کلمه خوانده میره و خوانده میره و خوانده میره، دیگر روز که در روز آخرت میخیزد او بر رو میگه ایمان تو وقت شکسته بود. مثل که یک نفر از جان خود خبر نیست وضوی شکسته میره، نه وضوی که شکستانده اینجا شروع کرده تک 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 نفل خوانده میره، نماز خوانده میره. او وطن دار، مسجد گنده کردی، وضوی تو وقت خلاص است، کجا کسی نفل خوانده میره؟ برو وضوی تازه بکن. اینی نفر دیگه ایمان شکسته. نواقض ایمان چیزایی است که ایمان نواقض داره. بعضی کتابا هست را بخوانین تفصیلی نواقض ایمان. در درس ها هم ما بعضی نواقض ایمان درس دادیم. پارسال در اعتکاف همینجا گفتیم در درس ها شما این نواقض ایمان رو بشنوین. این بسیار برای یک مسلمان مهم است. یکی از نواقض ایمان در این آیت قرآن میگه والذین کفروا فتعس لهم و اضل اعمالهم، و کسانی که کافر شدن، این کسایی است که مؤمن بودن باز کافر شدن، فتعس لهم و اضل اعمالهم، میگه تبایی از بالای از اینا و تمام اعمال از اینا ضایع شد. عالی مسلمان بود، اعمال بسیار خوب داشت، لکن کافر شد و تمام اعمال خوب از بین رفت. این چی کرده بود؟ چی گناه کرده بود؟ میگه یکی از نواقض ایمان کرده بود. اون نواقض ایمان چی است؟ ذالک بانهم کرهوا ما انزل الله، که اینا از آنچه که الله نازل کرده امرای ما انزل الله کراهیت داشتن، بدشان میامد. این بسیار خطرناک است. الله چی را نازل کرده؟ دو چیز نازل کرده، یکی وحی جلی هست، یکی وحی خفی. وحی جلی قرآن عظیم الشان است و وحی خفی چی است؟ احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بعضی کساست
قرآن بدش میاد که قرآن برش بخونی. نه 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 نه، ما در مسجد خود قرآن اجازه نمیتیم. این الله متعال میگه چرا؟ قرآن بدت میاد کافر شدی. بعضی کسا میگن نه نه نه، من همین احادیث خوش ندارم. برای من کسی صحیح بخاری و صحیح مسلم و یاد نکنه. من این سنت ها را خوش ندارم. این سنت ها در مذهب ما نیست. از این خاطر ما کسی را که این سنت انجام بده از مسجد گرفته میکشه میشه. چقدر خطرناک است. اگر تو یک سنت انجام نمیتی، مثلا یک نفر ریش خود کل میکنه، خلاص ریش خود کل کرد، اما یک کس دیگه میگه من همی ریش بدم میآید، من همی حجاب. یک زن است برو تمام روز اگر لباس نپوشه حجاب نکنه این فاسق میشه و هر روز که حجاب نمیکنه فاجر و گناهگار است، میشه الله ببخشش. اما وقتی که میگه مرا حجاب بدم میآید، الله متعال آیت شریف میگه کسایی که کافر شدن فتعس لهم، تعس تباهی، تباه شد، تباهی بر از اینا باشه. و اضل اعمالهم، تمام اعمال از اینا چی شد؟ ضایع شد. ذالک، چرا یا هلاک شدن و چرا این تمام اعمال از اینا باطل شد؟ ذالک بانهم، بخاطر که این مردم کریهو ما انزل الله، اینا ما انزل الله را بد میبینن، قرآن بد میبینن، سنت بد میبینن، نماز بدشان میه، چیزایی که در قرآن است بدشان میه، چیزایی که در سنت است بدشان میه، خوش نداره. ریشدار خوش ندارم، لنگیدار بدم میه، مسجد خوش ندارم، این مدرسه بدم میه، ملا بدم میه، مولوی بدم میه، قاری قرآن بدم میه. ذالک بانهم کریهوا ما انزل الله، بخاطر از اینکه اینا بدبینی دارن خوششان نمیه، بدشان میه ما آنچه که انزل الله، الله نازل کرده از قرآن و سنت. الله قرآن نازل کرده و سنت. چرا که در قسمت احادیث چی میگه؟ در قسمت رسول الله صلی الله علیه و الله میگه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى. تو وقتی که حدیث صحیح حدیث البخاری میخوانی چی شد؟ وحی شد نشد؟ ما انزل الله شد نشد؟ بعد آمد فتعس لهم شدی و اضل اعمالهم شد. باز الله متعال میگه فاحبط اعمالهم، این سه جزا. تباهی آمد یک، اعمالش ضایع شد دو، باز الله باز سر از جا بسیار غضبناک از باز میگه فاحبط. یا وقتی که بدشان میگه قرآن و سنت الله هم چی میکنه؟ فاحبط، احباط یعنی ضایع کردن اعمالهم. اینمی عقیدهشان تمام اعمال از اینا را چی کرد؟ ضایع کرد. آل نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، هر کاری که بکنه پیش الله و تمام اعمالش بی ارزش میشه. چقدر خطرناک است. یکی از نواقض خطرناک است در اسلام. بسیار کسان نمیفهمن. افلم یسیروا فی الارض، آیا این مردم ها سیر نکردن در زمین فینظروا، تا که ببینن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، کمی عاقبت کسایی که کافرایی که پیش از اینا بودن. برین حداقل در زمین سیل کنین، قبرای کمونستا را سیل کنین. اون در قلابچکان در پیش مسجد نایب سالار اونجا قبر ترکی است. تو برو سعی که وضعیتش چی است. اونجا باز مردم دیگه از چیزی که گندگی و مرداری ها اونجا میپرتن. کاکا هم که وضوشان تنگ میشن پیش قبر ترکی میرن. برین سعی کنین، کارملش را سعی کنین، دیگه کافرها را سعی کنین، لینن را سعی کنین، مارکس را سعی کنین. یا الله، انسان که عقل نداشته باشه بسیار با مشکلات پیدا میشه. افلم یسیروا، آیا اینا سیر نکردن فی الارض در زمین فینظروا، تا ببینن کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، که چه قسم بود عاقبت کسانی که قبل از اینا بود. دمر الله علیهم، الله اینا را تباه کرد، تباه کرد. ات مرگ های ذلیلانه نصیب از اینا شد، ات ذلیل شدن. سبحان الله که سیلشان کنی که در چارایی ها و در سیرایی ها جسدهایشان رویزان شد. وللکافرین امثالها، به کافرای دیگی که مثل از اونا عمل میکنن، مثل از اونا فکرشان است، اندیششان است، خیزک میزنن، برای هم الله میگه مثل از او را متجزا میته. با نشانه چانو صبر کو. ذالک بان الله مولا الذین آمنوا. سبحان الله میگه چرا؟ بخاطر ازی که الله مولا و دوست الذین، کسانی است که آمنوا ایمان حقیقی آوردن،
و ان الکافرین لا مولا لهم، کافرها کدام دوستی ندارن. ان الله یقین که الله متعال یدخل الذین آمنوا، داخل میکنه کسانی را که ایمان آوردن و عملوا الصالحات، اعمال صالحه کردن، جنات در باغهایی که تجری جاری می باشه من تحت الانهار، و در زیر از این باغها جویها، والذین کفروا، و کسانی که کافر شدن یتمتعون، فایده میگیرن از این و یاکلون، و میخورن کما تاکل الانعام، مثل که حیوانات میخورن. و النار مثوی لهم، باز حیوانات از یک رتبه داره که حیوان در دوزخ نمیره یا باز در دوزخ هم میره. اینی بدبختی شاید نمیقدر است. حال انسان ها که است دو بخش دارن. یک بخش معنویت ما و شما داریم که مشابهت داره با ملائکه. یک بخش شهوانیت و خوردن و نوشیدن و گپا هست. این کت حیوانات هم است. خب انسان هم میخوره، حیوان هم میخوره. حیوان هم تولد تناسل داره، انسان هم داره. اگه تنها خوردن باشه و تولد و تناسل و چوچه داشتن و اولاد داشتن و خانه جور کردن باشه، این کار حیوانات هم میکنه. پلنگ هم این کار میکنه، اما نامایشان رو نمیگیرم، شما کلتون بشناسینشونه، کلش خانه داره. این انسان که خیطان رو بخوره و بنوشه و خانه جور کنه و شب روز تیر کنه، خود مثل حیوانات شد. اما باز انسان که هست چی هست؟ انسان باز با معنویت است، با فکر است، با اندیشه است، با ایمان است، که اگر این بخش رشد کرد باز انسان دیگه از ملائکه کده هم رتبهش بلند میشه. اگر بخش معنویت و روحانیت تا این زیاد رشد دادی باز رتبهت از ملائکه کده بلند میشه. یک کس شما رو سوال میکنه میگه رتبه ملائکه بلند است یا رتبه انسان ها؟ ما میگیم انسان هایی که ایمانشان و تقوایشان بسیار زیاد است و رتبهشان از ملائکه کده هم بلند است. و او انسان هایی که بیدین هستن و ایمان ندارن باز رتبه از حیوان هم کده پایین تر است. چرا؟ اینه الله متعال میگه والذین کفروا، و کسانی که کافر میشن یا چی عادت دارن؟ یتمتعون، فقط در فکر خوردن و جور کردن و موترسوار شدن و این میگه پای دنیایی هستن. و یاکلون، و میخورن کما تاکل الانعام، مثل که حیوانات میخورن. لکن حیوانات از یک چی خوب است که حیوانات در دوزخ نمیره. و النار مثوی لهم، اما مثوی یا جایگاه از اینا چی است؟ آتش دوزخ. و کأی من قریة، الله متعال میگه بسیاری از قریه هایی هستند که یه اشد قوتا. و کأی میگه بسیار قریه های بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم، یه اشد قوتا، که بسیار قریه های مردم از بسیار قوی بودن. من قریت کلتی اخرجت، که نسبت به مردم های قریه که ترا از او خارج کردن. یعنی رسول الله صلی الله علیه و از کجا کشیدن؟ از مکه مکرمه. میگه بسیار مردم های دیگه بودن که ازیا کردن، هم قریه هایشان لکس بود و هم مردمش بسیار قوی بودن. بسیاری قسم قریه ها بودن که از قریه تو که بسیار قوی تر بود، لکن چون کافر شدن الله میگه اهلکناهم، باز ما اونا را هلاک کردیم. فلا ناصر لهم، باز برشان هیچ کمک کننده نبود. افمن کان علی بینة من ربه، او مردم شما از عقلتان استفاده بکنین. آیا کسی که باشه علی بینة، با دلیل واضح، با ایمان، با توحید، با حق، با راستی، با روشن فکری، من ربه، که کل زیر از رب خود، از خالق خود گرفته، آیا این انسان شما مقایسه میکنین که من با او انسانی که زین له سوء عمله، که اعمال زشتش برای خودش بسیار خوب معلوم میشه؟ لدو باز میله به سرک دیگه لدو زده میره خوشحال است که ما چی خوب کار کردیم. چرسی رو ببینی که یار از این کشال مانده و باز یک پکوله که در کلیش مانده، بادار دامن خودم دراز جور کردن. میگه آیا او با او مساوی هست؟ یک انسان به شخصیت احمق با یک انسان با دیانت و با ایمان مساوی هست؟ و تبع اهواءهم، بازی مطابقت از اعمال زشت خود کردن، از خواسته های نفسی خود کردن. یک نکتایگک میپوشه، یک دریشگک میپوشه و ریش سفید است، ریش سفید دیگه می پل ریش گرفتار دمی روی خود کش کرده میره صوبکی که میای بازی گویا السلام علیکم، یک تابو دمی رویش که سایل میکردی صوبکی
فکر میکردی که همین کله بزه که در سر چیز کس کل کده باشه نه بد نمودک میامد بازی باز که بگه السلام علیکم باز میگه صبح بخیر گود مورنینگ ترجمه میکرد برات باز ما میگفتیم شما صبح شما خوش مستر دیگر رو صاحب سایلش میکنی که باز سوتگک در دستش کپک روان است بد قواره به عزت الله متعال میگه آیا او انسانی که با ایمان با شخصیت با عزت زندگی میکنه افمن کان علی بینه آیا انسانی که با یک دلیل روشن با یک عقل روشن با یک فکر روشن با یک ایمان خوب من ربه از جانب پروردگارش هدایت شده آیا او مساوی هست که من زین له سوء عمله با شخصی که اعمال زشتش بر از او مزین شده و تبع اهواءهم بازیا مطابقت از خواسته های خود کردن نفسش برش قانون ساخت مساوی نیستن الله میگه چرا برای نفرایی که روشن ضمیر هستن با ایمان هستن الله متعال بر از جنت وعده داد چه قسمتی جنت میگه مثل الجنت التي وعد المتقون مثال او جنتی که من مثالش براتون میگم اصلش که باز ببینین او را خالق فعلا ندیدین مثال او جنتی که وعده داشته برای متقیها فیها انهار در او جنت چی هست جویبارهای هست من ماء غیر آسن از آبی که خراب نباشه مثل این آبای بمباور نیست که تو بخوری نه چایش مزه میتید و نه آبش مزه میتید این قسم نیست آب بسیار زیبایی که اما تو آب زلال میگن اون غیر آسن آب زلال آبی که دوی هیچ خرابی نباشه و انهار و دیگه جویبارهای است من لبن از شیری که لم یتغیر طعمه که مزهش تغییر نکرده حالا بسیاری وقتا میری شیر میخری که دمی خانه می شیر بدبویک است گاهی یکیش میگه من چی شیر بز است باز میگه شیر دمی خانه که شیر بیاری یکی صدا میکنه شیر بز آوردی من رفتم گفتم 1-2 کیلو شیر بده دیگه من چی دیدم که دکاندار شیر آورده یکی میگه شیر بز است یکی میگه شیر مچم چطور است اینه الله متعال میگه شیر است که طعم بسیار زیبا و مزه از او تغییر نکرده و انهارون او مردم سعی کنین جنت تو نیست که در پیالگک برات بیاره انهارون جوی است من خمر از شرابی که لذت للشاربین که او بسیار لذت است برای کسایی که می نوشند این شرابای دنیایی خود تلخ است بدمزه هست گرد است او میخورن باز پسان که سالش کنی از یکی تنبانش چتل است از یکی کالایش چتل است از یکی شادی وار میرقصه یکیش خوک وار بی غیرت شده زن خدا کت مردای نامحرم میرقصانه این شراب است شراب جنت که در این لذت است برای کسایی که می نوشن و انهار حال شما 1 کیلو شما میل 1 کیلو چیزا میپالیم نه چقدر سختیه می عسله بازو را که میخریم دیگه روز مبرای کو بدل الله متعال میگه در جنت که است بوتلکی نیست جویکی است و انهار من عسل مصفى از عسل بسیار صاف و پاک ولهم و برزی جنتی ها تنها میاست یا پروردگار میگه فیها من کل ثمرات از تمام میوه ها میوه ایتالوی، فرانسوی، امریکایی، هندی، پاکستانی، افغانی، شمالی میوه های رنگی که حیران باشی من کل ثمرات و مغفرت من ربهم و در پالوی کل از این نعمت ها بزرگترین نعمت چی هست؟ مغفرت است از جانب الله که الله اعلان بکنه که من تو بنده من با وجود غلطی های اشتباه های گناه های تو را من بخشیدم این بسیار بزرگ نعمت الله است آیا کسی که در این تو یک جای زندگی میکنه الله متعال میگه مقایسه کنین عقل دارین چیز نه حالا عقل دارین آیا کسی که در اتو جوی ها و در اتو باغ ها و در اتو نعمت ها میگرده کمن هو خالد فی النار مثل کسی است که او همیشه در آتش می باشه و سقوا ماء حمیما و می نوشن آب گرم فقطع امعاءهم باز قطع میکنه چی ده؟ امو
روده هایشان را. الله متعال میگه این جزایی که در دوزخ یا میرن و رودایشان را قطع میکنه، این نوشابه های دوزخ. چرا؟ و من هم من یستمع علیک، به خاطر ازی که بعضی از اینا خوب گوش میگیره به سوی تو، خوب دیگه درس گوش میگیره. حتی اذا خرجوا من عندك، وقتی که باز از پیش تو برآمدن ای رسول الله، قالوا للذین اوتوا العلم، باز میگن برای کسایی که اونا علم دارن، ماذا قال آنفا، همین چی گفت؟ میشه می درس نفهمیدم. چی لودی احمق است. خود بچه که میفهمه، تو کتا پروفیسور نفهمیدی؟ چطور نفهمیدی؟ الله متعال میگه به خاطر ازی بچه جوان میفهمه و نوجوان میفهمه، قلب ازی پاک است، روشن است. از او که است سی دی درایورش کلش از گندگی پر است، کلش هم مارکسیزم پر کرده، لینینیزم پر کرده، داروینیزم پر کرده. آلو کلش هم تو مغزش، دماغش کلش از چتلیا پر است. سر از او چتلیا یک مور هم زده شده. یکان مور هم میبینی که تو مور میزنه باز یک چیز میگیره، مومه هم تو ماکمش میکنه که دیگه هیچ واز نشوره، هم دان خلطیش هم پر است. الله متعال میگه اولئک الذین، ای کسانی هستند که به اساس کفر و بیدینی زیادشان، الله متعال در قلب ازنا طبع الله علی قلوبهم، در قلبشان مهر گذاشته. آل دو قلب چتل دیگه هیچ راه نیست، کل فایلای ازی چی شده؟ بسته شده، ویروسی شده. آل کامپیوتر ویروسی ازی که هر چیز پرتی و هم ویروسی میشه قبول نمیکنه، رد میکنه، رد شد. هیچ امی فایلش واز نمیشه، فلشکش مردار است. هر قدر که چاق کنی هیچ واز نمیشه، آخر مجبور است فلش بس رو سپرتی بگو بیاداری فلش تو خراب است. اولئک کسایی هستند الذین، کسانی که طبع الله علی قلوبهم، مهر الله در قلبهایشان، و طبع و آل دیگه مطابقت از چی میکنن؟ اهواهم. قلب مرد. وقتی که قلب مرد حاکمیت چی میشه؟ حاکمیت نفس میشه. آل خواسته های نفسی سر از جا دیگه حیوان صفت هستند. والذین اهتدوا، اما کسانی که هدایت شدن، زادهم هدن، الله متعال بر از اینا هنوز هدایتشان زیاد میکنه. و آتاهم تقواهم، و میته برشان تقوا. هر روز که قرآن میخونه هنوز الله بر از هدایت بیشتر میده. فهل ینظرون، آیا اینا منتظر، فهل ینظرون، پس آیا اینا انتظار میکشن، ای ما ینظرون، انتظار نمیکشن، الا ساعت، مگر امو ساعت و لحظه قیامت را. یکی روز قیامت است فکرتان باشه، یکی ساعت قیامت است. روز قیامت 50,000 سال است. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. یکی لحظه قیامت است که ساعت میگن. این دیگه باز روز شو نداره. این ساعت قیامت در بعضی جای روز میباشه، در بعضی جای چی میباشه؟ شب میباشه. مگر اگر مثلا نمیال اگر ساعت 12 بجه قیامت شونه، 12 بجه قیامت شده، این 12 بجه در افغانستان چی است؟ روز است. در امریکا چیست؟ شب است. پس از این خاطر قرآن کلمات دقیق استعمال میکنه، یکی یوم القیامه میگه، یکی ساعه میگه. فکرتان باشه. نه فهل ینظرون، آیا منتظر هستن الا الساعه، مگر امو لحظه‌ای که قیامت چی میشه؟ برپا میشه. ان تأتیهم بغتة، باز این لحظه که است، این ساعت، این دیگه باز ناگهانی است. فقط جاء اشراطها، یقینا میگه امو نشانه های قیامت آمده هست. فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، باز چی حالت می داشته باشن یا در کجا می باشن وقتی که بیاید برشان امو ذکر و نصیحت در مورد قیامت. فعلم، آل الله متعال یک علم را بالای مسلمان ها فرض کرده که از این مسلمان ها متاسفانه امروز بسیار غافل هستند. او علم چی هست؟ علم عقیده و توحید است. آل مردم فقه میخوانن، میراث میخوانن، حتی مدارس میراث میخوانن، عقیده مثلا میراث میخوانن، فقه میخوانن، کیمیا میخوانن، بیولوژی میخوانن، صحت میخوانن، طب میخوانن، این میخوانن، لکن علم را که الله میگه که او علم یاد بگی که الله متعال تو را عزت بده،
و علم هیچ کس نمیخونه. و چی است؟ علم عقیده هست، علم توحید است. الله متعال در آیات قرآن میگه که فعلم، پس علم حاصل کو. کدام علم؟ علمی که لا اله الا الله است. آیت لا اله الا الله را شرایطشه، احکامشه، تعهداتشه میفهمی؟ فعلا، پس علم حاصل کو، علم عقیده را، انه یقینا که لا اله نیست هیچ موجود مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش اطاعت شود الا الله، بغیر از الله. پس توحید باید در دو بخش اساسیش که توحید عبادت است که بغیر از الله به کسی دیگه عبادت نکنی. امروز بسیار مردم ها هستند که عبادت ها را به کی میکنن؟ به غیر الله میکنن. سجده به مخلوق میکنن. چه فیلم هاست به نام اسلام مسلمان سجده به مخلوق میکنن، رکوع به مخلوق میکنن، نظر به نام مخلوق میکنن، ذبح حیوان در زیر پای مخلوق میکنن، پرنده را زیر پای مخلوق میکشن، دست دعا را در مقابل مخلوق. یعنی شما عبادت ها را سعی کنین و بازی را برین در روی سرک براین و مردم را سیل کنین. چرا نمیفهمه؟ عقیده را نمیخونه. میگه بیاد در این کلمه را که خوانی تو دیگه مسلمان هستی. مثل که اگان تارش خند میزنه میگه روزه که بگیری که تبرم نمیشکنه. باز تمام روز روزه دادانش از که از او چنگه واسه که از او عملی است. خیر هستی بیچاره روز 20 جنگ میزنه در روزه، عملی است. روزش خود نمیشه. به این شکل الله متعال میگه که عبادت تان بغیر. بسیاری کسا را سعی کنی بغیر از شریعت الله. یکی میگه من قانون امریکا را خوش دارم، دیگه میگه من قانون فرانسه خوش دارم، دیگه میگه حقوق بین الملل بسیار خوش دارم، دیگه میگه من قانون ملل متحد بسیار خوب قانون است، از اسلام کده. این یکی میگه مارکسیسم خوب است، از اسلام کده، دیگه میگه داروینیسم خوبش است. پس الله متعال میگه او انسان مؤمن علم حاصل کو، در سای عقیده را خوب بشی. اگه در درس رفته نتونستی کلپای عقیده را پیدا کن. 138 درس عقیده. من 20 سال عقیده خواندم، نتیجه 20 سال درسی که در عقیده خواندیم او را در 138 درس بر تو خلاصه کردی. من 20 سال ریشم سرش سفید کردم تا که یاد گرفتم. تو میتونی که ده 138 ساعت مثلا در داخل موترت هم یک کلیپ بشنوی دیگر رسیم. این 20 ساله زامت خودم آوردیم برای یک ماه امور تو بخوانی 2 ماه وقت بیتی خلاص هستی. 20 سال ما 2 ماه تو چقدر لکس هستی. چیزی که ما در 20 سال یاد گرفتیم تو در چقدر وقت یاد میگیری؟ در 2 ماه. شما عصر کامپیوتر هستید. لکن بسیاری کسا را سعی کنی هموگه هم گوش نمیگیره. در موتر خودی بعد از او ساز میپرتن. چقدر چیز است والله. در حالی که الله میگه فعلم. چی معنی فعلم؟ علم داشته باش. علم فرض است بالای تو. الله وقتی گفت فعلم یعنی یه علم سر تو چی است؟ فرض است، امر است. امر فعلم علم یعلم اعلم. پس علم حاصل کو. کدام علم؟ علم لا اله الا الله. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و 13 سال درس چی داد؟ درس عقیده داد. و کل سوره های مکی درباره چی است؟ عقیده است. 13 سال. ما و شما امت رسول الله صلی الله علیه و هستیم. یک کس میگه امت رسول الله، امت کی است؟ میگه امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. رسول الله هم 13 سال درس عقیده خواند. تو 13 هفته خواندی؟ نه، همون چیزی که آقایم گفته بود دیگه. آقای چی کاره بود؟ متخصص عقیده بود. هر چه برتان عقیده درس میداد. نه، فعلا پس علم حاصل بکن انه یقینا که لا اله نیست هیچ موجودی مستحق ازی که ذاتش عبادت شوه و شریعت و قانونش تطبیق شوه الا الله، بغیر از الله. نفی کو کل طواغیت را و معبودان باطل را. و استغفر لذنبک و مغفرت بخوای از گناهایت. سکوی این امر به کی میشه؟ به خود رسول الله صلی الله علیه و سلم میشه. رسول الله 13 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم
رسول الله صلی 23 سال شاگردی جبریل امین کرد. چند سال؟ 23 سال. یک روز یک کس مرا گفت 23 سالی پیغمبر شما چی بود؟ پیغمبر شما امی نیست؟ من گفتم بله. هر کسی که از مادر پدر خود تولد میشه امی میباشه. بعد از چی؟ حالا مثلا ما هم که 5 ساله بودم امی بودم. همین دکتر صاحبم که بود خب در 5 سالگی خود امی بود. حال دکتر صاحب میگه دکترا داره، دکترا پی اچ دی. خیلی پیغمبر شما چی کرد؟ من گفتم پیغمبر صاحب گفتم سعی کن. چیز 12 سال مکتب میخونی؟ 4 سال میخونی چند شد؟ 16 سال. 2 سال دیگه هم ماستری میخونی؟ 18 سال. 5 سال هم دکترا میخونی؟ 23 سال. خب مردم 23 سال پیش یک مخلوق درس بخونه دکترا میگیره. رسول الله صلی 23 سال پیش استاد ملائکه درس خواند. رتبهش از چی کده؟ از دکترام کده چی شد؟ عالی شد نشد. تو دکترایت از روسیه گرفتی، روی تسیا کدی روسیه و دود او دکترای خود استاد از او جبریل امین بود. کتابش از کجا میامد؟ از لوح محفوظ. و ما ینطق عن الهوا. سبحان الله. بعضی کسا هیچ گپ نمیفهمن. به مشکل خیلی است. الله متعال میگه فعلم، پس بدان انه لا اله الا الله واستغفر و مغفرت بخواه لذنبک. با اشتباهاتت رسول الله صلی الله علیه و آله خود گناه نمیکرد، لکن الله متعال برش این خطاب میکنه که خطاب بر رسول الله خطاب بر ما و شما هست. ما گناهگار هستیم. و للمؤمنین و همچنان برای مؤمنا مغفرت بخوای، برای مؤمنات خواهرها و دخترای مؤمن هم مغفرت بخوای رسول الله صلی الله علیه و آله. والله یعلم متقلبکم و مثواکم. الله متعال میدانه متقلبکم، جایی که شما اونجا میرین، و مثواکم و جایی که سکونت میکنین. و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سوره، و کسایی که ایمان داشتن اونا میگفتن چرا نازل نشد یک سوره؟ فاذا انزلت سوره محکمه، وقتی که باز یک سوره محکم نازل شد و ذکر فیه القتال، بازدوه جهاد بیان شد. قتال اینجا چی است؟ جهاد مسلحانه. رأیت الذین فی قلوبهم مرض، باز میبینی کسایی که مرض قلبی دارن، منافق هستن. مرض قلبی منافق می داشته باشن. مرض قلبی یکی مادی هست یکی معنوی. مرض قلبی معنوی که بیمانی هست، قلبش مریض است، بیمان است، لکن در زبان باز مردم هم میگن نه والا من بسیار خوب دیندار هستم. الله متعال بازگه و رأیت میبینی الذین، کسانی که فی قلوبهم در قلبایشان مرض نفاق است، ینظرون الیک، نظر میکنن به سوی تو، نظر المغشی علیه، ات نظر میکنن مثل که بیهوش باشن. تا از ترس چشمکاشون قسمت بلبلک میکنن، جهاد بریم، جنگ کنیم، کشته شویم. من الموت، از ترس مرگ. فاولا لهم، پس اولا لهم در اولویت قرار داره بر از اینا چی؟ تباهی و بربادی. پس اینا باید چی میکردن؟ در اولویت چی قرار داشت؟ یا به عوضی که خود تباه بکنن باید چی میکردن؟ طاعت میکردن. طاعت و قول معروف و سخنهای نیک میگفتن بله اطاعت الله را میکنیم و به امر الله تسلیم هستیم. فاذا عزم الامر، پس وقتی که اراده شد یک کار، فلو صدق الله لکان خیر لهم، اگر اینا راست میگفتن و سخنهای الله را راست میدانستن، لکان خیر لهم، ای برشان خوب بود. و یا ای که خودشان با الله راست میگفتن، دروغ نمیگفتن. لو کانوا فلو صدق الله، اگر اینا راست میگفتن با الله، دروغ نمیگفتن، لکان خیر لهم، ای برشان بهتر بود. فهل عسیتم، پس آیا شما امیدوار هستین، ان تولیتم، ای که اگر شما برگردید روی دور بتین، ان تفسدوا فی الارض، فساد بکنید در زمین، و تقطعوا ارحامکم، و قطع بکنین چی را؟ امور رشته‌هایی که در بینتان است، صله رحمتان را. اولئک الذین، اینی کسایی که این کارا را میکنن، چی میکنن؟ قلبهایشان مریض است، اطاعت نمیکنن، سخن معروف نمیگن، وقتی که فیصله شد یک امر با الله صادق نمی باشن، رو میگردانن در جهاد، فساد میکنن در زمین، قطع صله رحم میکنن. اولئک الذین، کسی که اینی 5-6 صفت داشته باشه،
الله متعال میگه که لعنهم الله، باز اینا رو الله لعنت میکنه. فاصمهم و اعمی ابصارهم، یا خوب گوش دارن لکن گوش شنوایی که حق بشنون از او کر هستن، و چشم دارن بینا هستن در ظاهر لکن قلبشان کور است. از این خاطر چشمایشان هم پیش الله نابینا هست. او چشمی که حق نبینه او پیش الله هیچ ارزش نداره. او انسانی که ایمان نداشته باشه پیش الله، قرآن میگه او مرده هست. افلا یتدبرون القرآن. حال حکم دیگه گفته میشه. حکم چی است؟ که انسان مسلمان تنها نباید قرآن قرائت بکنه ختم کرده بره، بلکه الله متعال میگه تدبر. یه حکم تدبر از قرآن برای چی است؟ که تو قرآن بخوانی، یک حقش حق لفظ قرآن است که تو باید با تجوید قرآن بخوانی و رتل القرآن ترتیلا. اما این قاری صاحبایی که تنها حفظ کرده میرن ترجمه قرآن نمیفهمه، یا باز فایده نداره. چرا؟ وقتی که ترجمه را فهمیدی باز در قرآن تدبر کرده میتونی. پس یک حق قرآن لفظی هست، دوم حق ترجمه قرآن است، سوم حق قرآن چی است؟ تدبر در قرآن است. وقتی که تدبر کردی باز چهارم حق قرآن چی است؟ باز تو عقیده و عملت مطابق قرآن میسازی. باز پنجمی حق قرآن چی است؟ که قرآن باز برای دیگرها چی میکنی؟ دعوت میکنی، میرسونی. ان الذين ارتدوا على ادبارهم، یقینا کسانی که برگشتن بر پشت خود، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه برشان هدایت معلوم شد. آل هدایت معلوم شد، با وجود از این هم در قرآن تدبر نمیکنن. برشان راه درست معلوم شد، بازم با او عمل نمیکنن. الشیطان سول لهم، شیطان برشان این بیمانی را بسیار شایسته ساخته، سول زیبا ساخته، و املا لهم، و برشان مهلت هم داده هست. ذلك بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله. این عذاب ها بر از اینا چرا گفته میشه؟ به خاطر که باز امی مردمای بیدین که هستن، باز به کسانی که قرآن و سنت دوست ندارن، باز بر از وای چی میگن؟ سنطیعکم فی بعض الامر، ما دیگه اطاعت شما را میکنیم. خب میفهمه که ضد قرآن است، ضد سنت است، بازی میره برش میگه که ما کت شما هستیم، دوست شما هستیم. اما منافقای مدینه میرفتن پیش یهود و نصارایی که دشمن قرآن و سنت بودن، باز میرفتن بر از وای میگفتن که ما دوست شما هستیم، ما کت شما هستیم. الله متعال رسوایشان کرد. ذالک، این بدبختی های از اینا چرا بدبخت هستن؟ به انهم، به خاطر از اینکه قالوا گفتن الذین کرهوا ما نزل الله، برای کسانی که بد میدیدن آنچه که الله نازل کرده، قرآن و سنت بد میدیدن، باز بر از اونها چی میگفتن؟ میگفتن سنطیعکم فی بعض الامر، ما از شما اطاعت میکنیم در بعضی از کارها. والله یعلم اسرارهم، الله میدانه امو کارهای سدیشان را که پت پت میرن پیش دشمنای اسلام، پت پت در سفارت امریکا میره، پت پت در سفارت انگلیس میره. الله میگه من میفهمم کارایتونه، پت پت شب در سفارت کجا بودی. الله یعلم اسرارهم، امو گپای پت پتشانه. بازیگر روز ببینه که اون کتا شیخ الحدیث عکسایش که سفیر امریکا برآمده، کتا آدم سعی کنی که سفیر انگلیس باز ملاقات داشت، چطور باز رسوا میشه. اینه فکیف، باز چی قسم می باشه؟ اذا توفتهم الملائکه، وقتی که قبض روح بکنه ایشان را ملائکه به امر الله، بازیا چی میکنن؟ یضربون وجوههم و ادبارهم، یگان تا که بسیار دیده باشین یک سر سختی به باز دست روی خود پشت خود زدن میره دیگه، زدن میره. اینه باز گفت چطور میشه که بازیا با روی با پشت خود کت سیلی زدن میرن، یا ملائکه اینا را میزنه، یا خودشان خودم میزنن از غم. و هم اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم، یا خودشان خود زدن میرن از پشیمانی و از اطلاع که چی بدبخت بودیم، یا ای که ملائکه دیگه هم سیلیای جانانه که میرویش کش میکنه. ذالک بانهم اتبعوا ما اسخط الله، به خاطر از اینکه یا چی کردن؟ متابعت کردن آنچه را که الله را ناراض میسازن. الله را چی ناراض میسازه؟ بیدینی، بی ایمانی، بد اخلاقی، جاسوسی، حسادت، دشمنی، بدبینی. اینه و کرهوا رضوانه، و اینا بعدشان میامد رضایت الله. فاحبط اعمالهم،
باز اعمال از اینا نابود شد. ام حسب الذين في قلوبهم مرض، آیا گمان میکنه کسایی که در قلبایشان مرض است ان لن یخرج الله اضغانهم، که الله متعال این کینه هایشان بیرون نمیکنه؟ ولو نشاء لرأیناکهم، ای رسول الله صلی الله علیه و اگر ما میخواستیم برات نشان میدادیم این منافقین یک یک، فلا عرفتهم بسیماهم، باز اینا را به چهره هایشان مشناختی. ولا تعرفنهم فی لحن القول، آل ما نام گرفته چهرهش برات نشان نمیتیم، خب از گپش منافق، از گپ زدنش معلوم میشه، از این سخنایش معلوم میشه که منافق است، بیدین است، همیشه به ضد دین تبلیغ میکنه. ولا تعرفنهم، و حتما اینا را میشناسی، فی لحن القول، از طرز سخن گفتنش. میگه به هر طرزی که خواهی جامه میپوش، من از طرز خرامت میشناسم. هر قسم کالا که بپوشه باز از اون سخن گفتنش میفهمی که آدم چی است، بیدین است. والله یعلم اعمالکم، والله میدانه عملهای شما را. الله متعال میگه ولنبلونکم، الله میگه ما حتما شما را امتحان میکنیم، حتما حتما حتما، حتی نعلم، تا که معلوم کنیم، المجاهدین منکم، مجاهدین حقیقی شما را، و الصابرین، و صبر کننده های حقیقی شما را، و نبلو اخبارکم، و امتحان بکنیم حالات شما را. ای کلش برای امتحان است. ان الذين كفروا، یقینا کسانی که کافر شدن، و صدوا عن سبیل الله، و مانع شدن از راه الله، و شاقوا الرسول، و مخالفت کردن امرای پیغمبر، من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه هدایت برشان معلوم شد، با وجود از این هم مانع دین الله میشن، سنت نمیمانن، قرآن نمیمانن. حتی باور کنید بس در قریه درس بود، چند تا ریش سفیدا خیستن گفتن نه نه نه، ما دی ماجد ما نمیخوایم که از درس عقیده و قرآن بخونه، ما نمیخوایم، برای ما مشکل پیدا شد، درس قرآن، درس سنت. مانع شدن، مخالفت با قرآن و سنت و درس دین کردن. الله متعال برش همین آیه درباره از این مردم میگه که ان الذين، یقینا کسانی که کفروا، کافر شدن، و صدوا عن سبیل الله، مانع شدن از راه دین الله، و شاق الرسول، و مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن، مثل ابو جهل، مثل امیه بن خلف، پیسه خود به خاطر بیدینی و گمراهی مصرف کردن، به ضد دین الله خیستن، مخالفت با پیغمبر کردن. من بعد ما تبین لهم الهدى، بعد از اینکه برشان هدایت معلوم شد، قرآن معلوم شد، دین معلوم شد، الله متعال میگه لن یضر الله شیئا، یا هیچ ضرری به الله رسانده نمیتونه. تو اگه در مسجد خود درس دین نمونید، و مسجد دیگه درس دین است. تو اگه در قریه خود منع کنید، و قریه دیگه هست. تو اگه مخالفت کنی، در اونجا هست. ابو جهل اگه در مکه رسول الله صلی الله علیه و آله نماند، رسول الله صلی الله علیه و آله رفت در مدینه منوره، یک لشکر تهیه کرد که 10,000 نفر باز آمد. همون ضعیفترینشان که لاغر بود عبدالله بن مسعود بود، می سر سینه ابو جهل شیش. ابو جهل دلش کفید، کاش که گفت یک آدم چاق خود سر میشیشت، تخته سینه من رسایی کن، تو آمدی. عبدالله ابن مسعود گفت تو ذلیل شوی، تو ذلیل شوی. بلال حبشی رفت در جان امیه ابن خلف، از این سر اسب کشش کرد، پایان انداخت زیر قدمای خود. الله متعال میگه لا یضر الله شیئا، یا به الله هیچ ضرر رسانده نمیتونن. و سیحبط اعمالهم، و ضایع میشه اعمال خودشان. و سیحبط، همین کفرشان، بیدینیشان چی میکنه؟ سیحبط، ضایع میکنه اعمالهم، اعمالشان. اگر نیکی هم کرده باشن، یا ایها الذین آمنوا، الله یک توصیه میکنه، یک حکم میکنه برای مؤمنا، میگه ای مؤمنا اطیعوا الله، شما اطاعت از الله بکنین، قرآن بسیار خوب بخوانین و به عمل بکنین. و اطیعوا الرسول، و خوب اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین، خوب سنت ها را بخواین، خوب صحیح بخاری را بخوانین، صحیح مسلم را بخوانین، دیگه کتابای حدیث بخوانین، احادیث صحیحه خوب بفهمین، و به این چی کنین؟ اطاعت بکنین. ولا تبطلوا اعمالکم، و اعمالتان باطل نکنین با بدبینی قرآن و سنت. ان الذين كفروا و صدوا عن سبیل الله، یقینا کسایی که کافر شدن و صدوا و مانع شدن عن سبیل الله، از دین الله، ثم ماتوا، سپس یا فوت کردن، و هم کفار، در حالی که کافر بودن، فلن یغفر الله لهم، هرگز الله اینا را مغفرت نمیکنه. فلا تهینوا، ای مسلمانا شما احساس ضعیفی و سستی نکنین. و تدعو الی السلم، دیگه که شما بس از کافرها صلح بخواین، نه، وقتی که کافر سر شما حمله کرد، اونم قسم حمله بکنین تا که ذلیل شون،
و انتم الاعلون، در حالی که این مسلمانان شما مقامتان عالی هست، الله شما را غالب میگردانه. والله معکم، الله امرای شما هست. ولن یترکم اعمالکم، و هیچ وقت ناقص و نقصان نمیته بر اعمالهای شما، بلکه امی ایمانتان و امی کارهای نیک شما چی میسازن؟ اعمال شما را کامل میسازن. انما الحیات الدنیا، شما مغرور به زندگی دنیا نشین، پشت دنیا زیاد نگردین. چرا؟ حیات دنیا، زندگی دنیا که است پیش الله لعب و لهو. علما میگه لعب و لهو چیست؟ میگه لعب امو بازیگکایی است که اشتککای خورد میکنه، گودی بازی و امو مرغک جور کردن اون دو تا دیگه که میگه این لعب میگن. لهو چی نمیگن؟ این بچهای جوان که دو مشغول هستن پشت یک دانه توپ 500 نفر سرگردان میدوه. خیر است، خوب سپورت هست. خب مقصد یک ساعتی کارو میکنه، یک ساعت بعد کلش میبینی که خسته مانده رقپار میدون. این کل دنیا میگه می سرگردانی است، پشت توپ دویدن است، یکی پشت نان میدوه، یکی پشت آرد میدوه، یکی پشت روغن میدوه، مثل این بچه‌ای که پشت توپ میدوه، یا اون چککایی که اونم گودیگه که جور میکنن، خانه یک جور میکنن، دیگر کشت کلش چی میکنن؟ خراب میکنن. خودم مشتکار باز ببینی لغتک میکنه خانه کای خدا. انما الحیات الدنیا، الله متعال میگه یقینا امی زندگی دنیا که است این چی است؟ لعب و لهو، مثل امی لعب و لهو است، ختم شده نیست، نابود میشه، از بین میره. ولکن و ان تؤمنوا، اگر ایمان بیارین، و تتقوا، و تقوا بکنین، یؤتکم اجورکم، الله متعال باز بر شما اجرتان میده. ولا یسألکم اموالکم، الله متعال از مالهایتان سوال نمیکنه. یعنی الله از شما مال نمیخواد که شما مالایتان برین بر الله بتین. وقتی که مردی مال تکلش کی میگیره؟ ورثیت میگیره. الله از پیش شما مال نمیخواد. اگر مال را هم که الله بر شما میگه برو تو غنی هستی برو به یک فقیر بده، الله به مال تو نیاز نداره. ای یسألکموها، اگر شما در مورد مالهایتان خواسته شوین، فیحفکم، باز سر شما چی میه؟ تنگی میه، سختی میه و شما را سر شما فشار میه، تبخلو، باز بخیلی میکنین. و یخرج اضغانکم، باز خارج میشه اما کینه های شما. ها انتم، آل شما که استید، هولای کسای هستین که تدعونه، که از شما دعوت میشه، خواسته میشه، لتنفقوا فی سبیل الله، تا مصرف بکنین در جهاد در راه الله. فهمینکم، پس بعضی از شما من کسانی هستن که یبخل، بخیلی میکنه، و من یبخل، و هر کسی که بخیلی میکنه در انفاق فی سبیل الله، در جهاد در راه الله، فانما یبخل عن نفسه، ای بخیلی کرده به خلاف ذات خود، یعنی نفس خود در هلاکت انداخته. والله الغنی، الله غنی هست، به مال شما، به نفقه شما، به مال شما هیچ نیازی نداره. فقط این امتحان الله هست. و انتم الفقراء، و شما فقیر هستین. شما حتی در تنفس هم به الله نیاز دارین. اگر 10 دقیقه الله اکسیژن خدا قطع بکنه، ما شما کل ما می‌بینیم که در رویای سرک مردم مسایی کنید که همت افتادن. حتی در تنفس به چی نیاز داری؟ با اکسیژن. اگر میگم من احتیاج ندارم بگید یک کس عمل 1000 میتونش 5 دقیقه دانو بینی قدم واکم 5 دقیقه نفس نکشه 5 دقیقه ببین که وضعیتش چطور میشه. این حال شما در زندگیتان به الله محتاج هستین. این قلبی که الله برداده به این قلب الله، این قلبی که در قلب تو هست قلب الله هست، اصلا مال الله هست. تو به این نیاز داری؟ نداری؟ ها؟ مال کسی کی است؟ الله هست. این گردایی که تو داری ها؟ مال الله هست. تو به این نیاز هستی. این چشمی که سهل میکنی مال الله هست. الله بر تو داده. شکر الله را بکن. الله میگه الله غنی هست. به چشمی که تو محتاج هستی الله نیاز نداره. به قلبی که تو نیاز داری الله نیاز نداره. به اکسیژن که تو نیاز داری الله نیاز نداره. و انتم الفقراء، و شما فقیر هستین، به هر نعمت الله محتاج هستین. و این تتولوا، باز اگر شما این نعمتهای الله را که الله برتان داده شکر نکنین، باز رو بگردانین، یستبدل قوما، الله تبدیل میکنه یک قوم دیگه را میاره غیرکم، بغیر از شما،
ثم لا یکونوا امثالکم، بازوا مثل شما ور نمی باشه، بازوا بنده های حقیقی الله می باشه. مثل که ابو جهل و ابو لهب گم کرد، عوضش کی آمدن؟ اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن که مردمای بسیار عالی بودن و بسیار سخت دفاع میکردن از شریعت الله. سبحانك اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک.